گل یخ زمستان تو هستم، گل یخ زمستان تو هستم، اسیر ناز چشمان تو هستم، اسیر ناز چشمان تو هستم. مرا پرپر مکن ای یار خوبم که من مشتاق دیدار تو هستم. با نام و یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان، به بینندگان شبکه تلویزیون تابان، به همچنین دوستایم که همکنون بی صبرانه منتظر برنامه خودتان یعنی برنامه نمک و فلفل بودم. شب همگی شما بخیر. خدا کند که همکنون در هر گوشه شهر زیبای هرات باستان قرار دارید. لباس عافیت بر تن شما باشد و از صحت و سلامتی خداوند بزرگ برخوردار باشید. دوستای بسیار خوب، باز هم برنامه امشب خود را با هم یک جا آغاز میکنیم. به پیش از اینکه برنامه امشب را با هم یک جا ببینیم، باز هم جای دارد که تشکر و سپاسگزاری کنیم از دوستایی که در برنامه با ما پیام‌های بسیار خوب را فرستادن و ما هم توانسته باشیم از پیام‌های شما یک استفاده خوبی کرده باشیم. و باز هم پیش از اینکه پیام‌های شما دوستان گرامی در برنامه امشب خوانده شه، طبق روال هر هفته قسمت اول برنامه ما فکرات بسیار خوبی است که آماده است و می‌بینید و باز هم من در خدمت شما دوستان قرار می‌گیرم. گرم شد آقا فرج جان. آقا جگر اما یک فکر جالب به من بگین. چشم. یک روز یک نفر بره به بازار آنتن تلویزیون خرید. ایر که بیاورد به خونه، زن از خودی ازی قالمقال کرد. گو آخه تو پول کجا آوردی که آنتن تلویزیون استوندی؟ گفت ای زن خور بگردون عزیزمه، آخه تو مغز پرسان نمی کنی از ما آخه تلویزیون فروختون که آنتن استوندو. آقا فراد جان یک قصه جالب همه بگین. قصه خوب بلد نیونده و جانم، یک فکری جالبه برای شما میگم. خب بگین. یک روز یک نفر برفت یک کست خرید بره خوب، بیارد با خونه ایر بنداختون به تیپ، خودی هم بشی شروع کرد به گریه کردن. یک نفر دیگه بیامد گفت چرا گریه میکنی؟ گفت اگه به می خوننده دل میسوزه که این بیچاره گنگ بوده، در حالی که کست سفید بوده نفهمیده بوده. سلام فردین جان. علیکم سلام. خوب هستی؟ امروز بیامد کم یک فکری جالب برای ما بگی. بله یک فکری. بله یا میگه یک روز یک نفر ساده میره با یک دکونه، میگه ماما همین تلویزیون به چنده؟ میگه صاحب دکون برای از میگه ماما جو با آدما ساده ما تلویزیون نمیفروشیم. پس بر میخزه میره، بعد از چاشتی یک تکه لباسا خود تغییر میده، خودم شیک میکنه. میای میگه که ماما همین تلویزیون به چنده؟ میگه وقت مرزایی نکن، من صبح برات گفتم با آدما ساده ما تلویزیون نمیفروشیم. میگه ماما تو چی فهمیدی که من ساده ام؟ میگه به خاطر از این فهمیدم که این تلویزیون نیه یخچالیه. میگم بچه جو دیگه به می کورس انگلیسی نمایی که بری. چرا لولو؟ به خاطر از اینکه 2 سال برفتی چی یاد گرفتی؟ خیلی چیزا یاد گرفتم. که خیلی چیزا یاد گرفتی. خب مثلا انا بگه یه کامپیوتر رو روشن کن. خب گوگل ندارم. میگم آقا فردی جان یک قصه جالب همه بگین. داود جان یه از قصه اگه برای شما فکری بگم اشتنه. بگین. میگه یک روز دست یک بچه پول میدم، همین پولا رو میگم برو چرس بستو. این بچه حرکت میکنه که برای چرس بستونه، میره دم یک چاره میبینه تلاشی میکنم، دست رو کیسیخ میکنه، پولا بیرون میکنه میندازه به ته جو، پس بر میخزه میایه امیر رفیقای برای عزیز میگم کو بستندی؟ میگه نه پولا پرتو کردم. میگم دیوانه شدی تو، چرا پولا پرتو کردی؟ میگه به خاطر ازی پولا پرتو کردم، من بترسیدم که میشه اینا بفهمن که من پولا برای چرس میبرم. چرا عشق منو در میاری؟ دعا به جونت میکنم که آخرش کم بیاری. با سلام مجدد خدمت شما دوستان گرامی بینندگان بسیار خوب شبکه تلویزیون تابان، به همچنین علاقه‌مندان برنامه خوب نقل که همکنون برنامه را امشب از طریق شبکه تلویزیون تابان تماشا میکنند. سپاسگزار هستم از همراهی شما.
فکرات بسیار خوبی بود که خدمت شما دوستان گرامی تقدیم شد. امید که مورد پسند شما قرار گرفته باشد و لذت کافی را از فکرات تمثیلی برده باشید. در این قسمت از برنامه باز هم دوستایی که در برنامه با ما پیام فرستادن، پیام‌های شما دوستان گرامی در برنامه خوانده میشه. اولین پیام از طرف خانم یوسفی از ولسوالی انجیل. آوای باد انگار آوای خوشسالی، دنیا به این بزرگی یک کوزه سفالی است. باید که عشق ورزید، باید که مهربان بود، زیرا که زنده بود هر لحظه احتمالی است. سلام بر کارمندان برنامه زیبا و دیدنی نمک و فلفل. خانم یوسفی از ولسوالی انجیل بودن که در برنامه با ما پیام فرستادن. ممنون از خانم یوسفی و تشکر از پیام شما. افسوس در این سینه به جز رنگ ندیدم، در راه رفاقت به خدا گنج ندیدم. پروانه اگر لحظه قادر به سخن بود، میگفت که از شم به جز غم ندیدم. دکتر پویا بیاتی از بکرآباد. سپاسگزارم از آقای دکتر پویا بیاتی و تشکر از پیام خوب شما. عاقلانه انتخاب کن تا عاشقانه زندگی کنی، چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه زندگی میکنی. اشکان علیزایی. سپاسگزارم از اشکان و تشکر از پیام شما. کاش دنیا یک بار هم شده بازیش را به ما میباخت، مگر برایش چه لذتی دارد که این برده های تکرار. زهرا تنها از نایه 11 شهر زیبای هرات. سپاسگزارم از زهرا و تشکر از پیام خوب شما. شجاعت انسان آن لحظه معلوم می شود که در عمیق مشکلات زندگی لبخند بزند. آزیتا وفا از ولسوالی انجیل. سپاسگزارم از آزیتا و تشکر از پیام خوب شما. کسی که در آغوش غم بزرگ شده تنهایی بهتر از همدم اوست. قاسم باریوی از پل خیمه دوزان. سپاسگزارم از قاسم و تشکر از پیام شما. هر قطره اشک نشانه دلتنگی است، هر سکوت نشانه تنهایی است، هر لبخند نشانه مهر است، هر SMS نشانه یاد برنامه زیبای نمک و فلفل. بلال ترابی هستم. سپاسگزارم از بلال ترابی و تشکر از پیام جالب شما. همه افراد خوشبخت خدا را دارند، پس تو را چی غم که این همه احساس تنهایی میکنی، بدان که در تنهاترین لحظه در هر شرایط خداوند با تو است. آقای مولوی زاده. سپاسگزارم از آقای مولوی زاده و تشکر از پیام شما. بهترین اصلیه برای جنگ در زندگی ایمان و صبر است. آرزومندم در زندگی مسلح باشه. اشکان علیزایی. سپاسگزارم از اشکان و تشکر از پیام خوب شما. دوستای بسیار خوب، باز هم پیام های دوستای دیگری هم در برنامه با خود داریم که بعد از نمایشنامه برنامه امشب تقدیم شما میشه. امیدوار هستم که نمایشنامه امشب ما مورد پسند شما قرار بگیرد و لذت کافی را از نمایشنامه نعیم جانو و همکاران ببرید. نمایشنامه رو میبینید و باز هم در خدمت شما دوستان قرار دارم. سید احمد لالا جان، امروز میفهمی تور به چی واسه اینجا خواستم؟ نه برو، من چی میفهمم؟ سید احمد جان، امروز تور بیاردم اینجا که یک فکر عجیبی به کل ما آمد. چی فکر؟ یک فکر که اصلا تو 10 سال میشه برار منی، اما شاید یک ذره هم به فکر از این گپ نشده بشی و نفهمی که من چی فیلم مایم کار کنم، چی پلان دارم. او چی پلان؟ سگو چردی برکو کسی میاد. نه پلان خودم بگین. پلان از این جان برار که خودتو میریم به بانگا موتر فروشی ها یک موتر بالا میکنی. ای گبران نداره لولو. بابا جان گپه که من میگم تو بگو چشم دیگه. کاری هم بوده که امکان نداشته باشه؟ یعنی نظرم که هیچ امکان نداره. آفرین بچه خوب. اما حال بفهمیدم که چیزی که من فکر کردم، چیزی که به کله منه تو تا حال نفهمیدی. باشه که به مشق تو یک سیگاری هم روشن کنم تا بفهمی چی به چیه. خب فراد جان گپشون نیم کالمون داستانی که شما گفتین تعریف کنین دیگه که من بفهمم. نالک میگم بره تو. میریم سر گذر یک کارگری میگیریم، به هر رقمی که تنیستیم از او سوء استفاده میکنیم. یعنی چی رقم؟
با او خود من میفهمده کار باشه، تو نمیفهمی اینقدر. مثلا کوتاه‌تر بره تو میگم ایر میبرین خودی تو با بانگا موتر خوش میکنیم، موتر سوار میشین که ترهی کنیم، او را همون جگاه زامین میگذاریم، گیرم اندازانیم به تکویش و میریم دیگه. نفهمیده بشی؟ ما کل هیچ نفهمیدم. پس تو نمیفهمی، این کار خود منه. تو بم رد میبیا تو سی که تماشایر بکو که من چه کار میکنم. یعنی تمام هم چه تارک من هم رد داره تو تاش میکنم. یعنی تو دوست نداری صاحب موتری بشی، پولدار شی؟ ایشته دوست ندارم. پس خلاص دیگه کار تو نباشه، فقط بم تابع مباش. هم به تو اشاره میکنم همو تو دیگه بیا که بریم. بله. سلام علیکم. کارگر بای ماما. من کارگرم دبالی هم هستم. بشی تو لالا دیگه نه ما رو نگاه کار ما هم ما. بشی که با تو با خودمون علی. ها. میتونی کار کنی تو. بلی ها. من میتونم کار کنم. من میتونم لالا کار. نه سه یک نفر بکار. یک نفر مایم مرمایم. مورم ببر. سه همی سه بریم. چه کاره؟ بریم با اونجا با تو میگم. اینا خوب کجا؟ نمیشه بگو که چی کاره. بریم دیگه کاریه دیگه برای تو میگم دیگه. بریم کاریه. بریم. شما نه لالا خوب رفیق از اینا مگر ما هم ببریم. یک دیگه هم ببریم برادر. یکی بکار. نمیشه یکی بکار دیگه مرا بخشش باشه دیگه. بخشش باشه دیگه. بخشش باشه دیگه. شما بشینی خدای پاک مهربان میای با بالا سر شما کارگر مایم. یکی بکار. که به تو گفتم نمینه تو اینجا استاد شو که من برام خود شیره خوب گپ زنم. خب من نیام. یعنی اینجا باش یک تکون نخوری. چشم. خب برا خوب بگردون چی داریم با هتل خود؟ هر شی که ما باشه من هست برو. خب بله. چی مایه بلو؟ چی داریم برا با هتل؟ چی که شما خواسته باشه ما چی که فرمایش بدید. ما جانورا تقریبا 45 50 تا مهمان داریم. خب 50 خوراک همون تا خوراک فوق العاده اساس تیار کنیم. بسیار صحیح باشه. بفهمیدید؟ اینا را اساس تیار کنیم. خب خوبه. اون اینو به چگر میبینیم. بله. اینو ری میکنه با برات اینا. خوبه باشه مسئله نیست. شما مگر بیونه. انا بیونه هم میدم برای شما. آنی هم بیونه. صحیح. صحیح خیر. خداحافظ شما. میگم قادر جو. بله. یعنی این مطالبه دیدی، یعنی این هتل مانه به شریک خواهم بگفتم. طور دست به کار کردیم. یعنی اینجا جاتون. بفهمیدی؟ اینجا؟ بریم دیگه. انا لگی یک تو اینجا. بیا. هتلی تنه. هتل کو امین حالا میرین خود شما دیگه سودایی هست میخریم میرین کاری یک موتری بستونیم. موتری؟ نه بابا. میرین کاری یک موتری بستونیم. هتل هم نه موتر دیگه. چشم. بریم. بله. هتل رنگو بدیدی نه؟ خیلی جا خوبی بوده. بزی هتل تو شامل کردم از این بعد. از این ساعت تو برارزاده منی من کاکاتونم. نه بابا رستکی. من خیلی خوشم آمده است تو. خیلی خوشم آمده است. فهمیدی؟ از این ساعت دیگه تو برارزاده منی. برارزاده. حالا بیا که بریم به بانگا. خب. بانگا موتر فروشی. موتری هم میخریم میاییم دیگه. چشم. هتل رنگو بلد شدی دیگه. جاک خوبه برابری. یعنی دیگه من کارگری دیگه نمیکنم. نه دیگه هیچ تو هر چی پول بسته بشی از ما بستو. نه بابا. هر چی که مستی دیگه. چو شکرم میدین؟ دیگه تو به هیچ کار نداریم. هر چی که میدن خواه که ما برای تو حاضر میکنم. ماشاءالله. من چشم. خیلی ما بچه خوبیم. از همین ساعت دیگه من تو رو وزیر بال خو میگیرم و تو برارزاده منی من کاکاتون. هر کس از تو میپرسه بگو کاکا منه. دیگه کار ندارید. چشم. کاکا منه. انا ها دیگه ای خرج من میدیم. فوق العاده. نه بابا. اساس هر چی مسته بشیم میدیم برای تو. رستکی دیگه. بو گفتین دیگه مال با نگین که یک چیز گفتین برج 6000 هم به تو میدم. خود تو بدیدی که برفتم تو با هتل شامل کردم از اونجا نگاه نمیکردی تو. دیگه. خلاص شد دیگه گپ خلاص شد.
چشم. این حال اگه میرین که موتر هم بانگو بخرین. چشم میخریم به شرطی که با ما باز بگین که یاد گیرم. بابا تو یادم میدو. نه بابا. با هتل که موتر هم بکاره دیگه. دیگه موتر بکاره. خیلی شما زوی شما بالایه. زنده بشی. حالا خودت تو میرین موتر هم بخرین. موتر بخریم. بریم دیگه. بریم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم و نباشین. خوبیم لالا. خوش آمدید لالا بفرمایید. یک موتر واسه ما به خدمت شما دیوان محترم ما استاد خوش کنیم لالا. بس ما یک چکر میریم تا موتر نگاه میکنیم. نه بچه نسارم با. سعی کنم موتر. خوبه بچه ماما. خیلی تیز راه ره. خوب موتر. شما بریم خوش کنید باز خود شما گپ بزنید. سعی کن موتر بز موتر رو بزینا روشون دید. بفرمایید. همین چند قیمت؟ این که هست لالا جو رنگ نشده. این تکه طلای ایت برای شما. تکه طلای دیگه موتر میتونید بیاید لالا. نه ما طلا نماییم. ما موتر ما این که خاطر من سوار کنم. قیمتی چنده ای؟ قیمتی ایر برای شما میدیم لالا بام 4200. این ریپیه. نه. دار ما بی میستونو میارم. این البته که مشکل داره. کم میتونید ساده. چند وقت داره؟ این دیگه پلت از ایر باشه که من خود مولایی میفهم. پلت از 58000 لالا. این وقتی و دیگه 4-5 ماه دیگه وقت داره. صحیح. خب باشه یکی دیگه هم نگاه کنیم. نگاه کنیم ما به خدمت شما نیم. اینا همه ما شما دیتایه. بله ها. میره که چند تا دیگه هم نگاه کنیم. علی سفید ما خود دارم همین خوبه. بزی برم واسه خوش کنه بهتر. امیر چنده گفتیم استاد؟ این برو رو برای شما میدیم به 2200. این هم موتری هست که رنگ نشده. خوب رنگ نشده. پلیتی هم 2 ماه دیگه وقت داره. موترک ثابتیه. انشالله باز مشتری دائمی ما بشیم. قیمت های خیلیه. شما به چندی ماییم شما بگیم لالا. کاکا من دیگه خود کاکا ما گپ زنیم. نه چیزی که شما گفتیم ما چی بگیم؟ خب شما هم تغییر خوب بگیم. کاکا به خیالم که مو موترا ای به کار نیه. ای به 1800 نمیشه. 1800 که خریدی هم نشده برای من. خوشم یکی دیگه هم نگاه کنیم. نگاه کنیم ما به خدمت شما. این هم خوبه. خب استاد ایر چنده گفتیم؟ این لالا شما یک دفعه بستگین اینا بانات از اینم بالا کنم. ماشین از این میتون نه. هر چی فکر کنید. تیاره. نه تیاره همون تو معلوم میشه. نه ماشین. نه ما صحیحه ما قبول داریم. شما لالا جان سیل کنیم این ماشین از این تکه طلایه سیل کنیم. تکه طلایه. سیل کنیم. ماشاءالله. سیل کنیم که موتر اشته نبه. موتر کرولوک میگم. کرولوک. صحیح امیر خود شما جور میگه. موتر برای شما بدیم که انشالله خیری ببینیم. خیر ببینیم شما خیر ببینیم. ایر چنده گفتین شما برار؟ این آخری برار ما برای شما به 100 کم 4000 حساب میگیم. 100 روپیه کم؟ بله ها. خیلی میگین. نیه دیگه شما برای من بسته بانگار بگید اگه به قیمت به شما موتر دادم هر چی میخواستیم بگید. اینا که به 3300 حساب کنید. 3300 شما خیلی دوری. خوبه ما خوب ما اوتل هم داریم. باز بیایم به شما نونم خوراک مفته میگه لالا اون میشه لالا با 3300. یعنی بالای خود ما بیشتر افتاده. یعنی کاری بکنیم برای از اینا به 3500 حساب کنه که دیگه خونی آخره. آره دیگه. چیزی که دو جان گفتم دیگه هیچ مشکلی نیست یک تری بکنیم. بفرمایید من مشکلی نداره. او کلیه رو بده میزنم. آره کلی رو میدم برشون. آره کلی بچه نسوها بعد. بالا شو خودی از اینا تری میکنم. تری که کدام بیا که سند اینا نوشته کنی. باشه چشم. همین بخرید لالا کاکا. تو خاطر جانم اینجا باشه. شما باشید که اینا تری میکنم. چشم باشه پیش شما. آخر ببینید. ماشاءالله. باز من میگذاریم که دروازه رو واکنی یک بوقی هم بزنم. ماشاءالله. به شرطی که این صفی کنیم ماما. خوب صفی میکنم. بازیر شما با موترچی ببرین دیگه. باز بشوریم بیتر نوتر میشه. مبارک باشه به ما و به شما. مبارک باشه. پس خزیم ما دنبالیو. سکشت ماشینی داره صدا نداره اصلا. پس خزیم
موتر نوه. نه خوبه. شما بزی بانگا شاگردیم لالا؟ بله ها. چنده به شما معاش میده؟ روز 150 روپیه. آه چه کار کنم؟ بیکاری مجبور شدیم بیامدیم اینجا تا شما ماشینا رو سفی میکشیم. خوبه موتر بعد اینیه. خوب موتر نوه. خوب موتریه. نه. ایسته میشه. تیل داره این موتر شما؟ من خبر ندارم. های؟ خبر ندارم من. چرا ایتر؟ ایکو بس داد. میگم لالا شما هم یک تیلی بکنیم این. جدکه روشن میشه؟ یک جدکه بده کاری میکنیم. خوبه هنور. پشمردن یک لاله و یک برگ نیست، از حریق کینه جنگل راش پنهان میکنم، با سر بریده ما دیده قربان میکنم. هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا. پشمردن یک لاله و یک برگ نیست، از حریق کینه جنگل راش پنهان میکنم، با سر بریده برو شو برو شو من سکو تعریف تو نگی. هیچ کس نبوده جان. بریم دکان خوب به جا خورد. برد یا نگرد؟ هیچ کس نفهمید تعریف تو نگی. هیچ کس اصلا یک غذا در جیله مرد جان باشم جان باش. فقط دعا کن که کسی خبر نشه. سلام خدا. میگم چکار کلا را اشتری دیر کرد. نمیفهمم باورداری. تکرتکوری نشده باشه. ما چی یا موتر یاد داشته اگه می کاکا شما؟ بله؟ موتر خب موتروینی کاسب بود موتر. کاکام کاسبه. کاکام. خب پس چرا دیر کرد؟ تکرتکوری نشده باشه. بچه ملا تکرتکور خیلیه بزی روزا. ما که دیگر نفرها که موتر از ما بستونم تا بانگا ترهی میکنه برای 5 دقیقه میاره استاد میکنه، یعنی 1 ساعت شد لالا. تکرتکوری میگم خیلی دیر کردم اینا. اون نصارمت بیام نصاره باید بیام بله چرا میلنگه بچه ای؟ نمیفهمم. چری تا دیر کردین؟ چه میلنگی نصارمت؟ میلنگه بچه چه کاره؟ چه کار شو؟ ما که میرفتیم همونجا موتر خاموش شد. خب گفت تیل نداره. خب من بستادم گفتم چکار شده؟ گفت تیل نداره. گفت تای شد تیله کو. تای شدم تیله کدم یک دفعه گاز بگیریم موتر. ببرد موتره. اپیش تو موتره ببرد ها. نه گاز بگیریم مار به زمین زدم مار نرم کرد. چرا نرم کرد؟ نمیفهمم. خیر باشه. خیر باشه لالا بیایم بشینیم میای البته برفته که چکاری بزنه حال تبدیل خود ترهی کنه میای. مثل که برفته گفته که کامی دیگه هم برو مثل که ترافیکا استاده بیدم گفته از این بر برم ها دیگه ایتی بوده. مشکل نمیره بیایم بشینیم. آنی برانزادی نه هست میای. کاکا منم. بیایم بفرمایید. نارم کنه شدی. خیر باشه بیای تا اون لنگ تور مستونه. بیا. این پول خیلی داره تا اون لنگ تور مستونه. بشین. رختم اینجا گم نشه. نمیشه بیا. خب کاکا جو اسم تو چیه؟ اسم من؟ بله. اسم من قادر خیلی. قادر خیلی. خب کاکا شما چی وظیفه داره؟ کاکامه؟ بله. کدو کاکامه؟ امی که موتر خرید. آها ای کاکامه. ای امی جای که مردم نون میدم. ها هتل. یعنی هتل داره. هتل ها. هتل داره. هتل داره. سماوری و اینا. نه سماوری نه. سماوری داره نه. هتل داره. خوب مشکل نداره هرچی داره. به چی مسیره؟ ها؟ یعنی کدوم مسیره؟ اشتم کدوم مسیره؟ و دکون کاکا شما می هتل به کجایه؟ تا بازار. کدو بازار؟ ها؟ دروازه خوش شهر نو بای مرغوم کجایه؟ با کجای دکون کاکامه؟ کجایه؟ کجای میگم شما میفهم. ما که بلد نیم ما شما میپرسیم. آها که خاطری که بپرسیم از من. ها دکون کاکامه صبر کنیم.
جایی که چیزه، جایی که موتورایت دور نمیزنم. موتورا دور میزنم. اسمی ندی؟ نه عادی نداره. دروازه قنداره. نه اشته مثلا نه اگه تا خودی ما با موتر دیگه باز بریم دکون کاکا خو بلد میشی که با ما بله که بلدم من ها. آفرین. بله که بلدم. آها بیاد محمد بیاد محمد. چیزه همیت مردم میگفتن درب خشک دروازه خشک بفهمیدم حدی هفته او که است هفته نه او سو هفته بیدن ما که بیامدیم. معلم صاحب زور آدمی بزیگاه ما شونده خیره بچه خوبیه دیگه دکون کاکا خورم بلدم بله کاکا ما بوتال بله بلدم من خودی هم بریم بازم اونجا دیر شده چه من نماده کاکا من شما نه گفته باشی که تکر کرده باشی. نه برفته با هتل گفته که اورور داریم بیاریم اینجا بیاریم حالا اگه میریم بزونجی به پیشی و یعنی بلد کو هستی دیگه. درب خشک. آفرین. لالا دوید یک 10 دقیقه دیگه صبر میکنیم. اگر کاکا لالو نمود با خود لالو میشینیم با موتر خود شما میریم در موتر چه؟ خوب گپیه. البته یک حساب دیگه هم بوده. انا چی حساب بود لالا بگو برای ما چی مستی بگی؟ میگون چند تا کاکا داری؟ کاکا چند تا؟ کاکا که برار پیار ما باشه. کاکا برار پیار ما 1 2 3 4 5 7 9 4 تا که 9 تا تنگ بازیم چند تا میشه؟ 5 تا دیگه. 5 تا کاکا برار پیار خودارم من. این کاکا همی تا کاکا ما بوده. کاکا گفتنی ما. یعنی کاکا خاصه نیه؟ نه اسم از این کاکا شما چی بود؟ مچون. اشته تو برار زادینی کاکا تو نکه اسم خبر نیست. آخی چنه کاکا ماما انا او بیامد من به سر میدون امو جایی که کارگرها استاده نیم من کار میکردم. انا گفت که ماما جو به هتل شاگرد میشی؟ گفتم چرا نمیشه من یاد دارم من به می قیافه خیلی یاد دارم. انا گفت که خوبه. انا من ببرد تا پیاده رو استاده که گفت که من برم خودی شریک خو گپ زنم خودی شریک خو. انا برا گپ زدم چون چی گفت که گفت بیا که برای من شینه ای بخره. انا به ترابم یاد داد گفت هر کس از تو میپرسه بگو تو کاکا منی. یعنی ایت معلوم میشه هیچ کاریو نی تو؟ نه دیگه هیچ کاریو نی اومه. پس سالا دوید باور کنیم اینجا انالا من به یک گپ برسیدم که کاسه و زیر نیم کاسه هست انالا. نه کاسه نبوده. نیم کاسه هم نبوده کاسه هم نبود. هتل اینا چیز بوده. من در هتل استاده که به ترابم یاد داد گفت تو بگو که من کاکاتونم. بگو من کاکاتونم من که من برم تو موتر بخرم تو گفت یادم میدم. خواهل تو یک کاری بکن که مار بندم دکونه ببره دکونه که بلدی دیگه. خب میریم خود شما خودی هم بدم دکون میریم دیگه. ایشته این دیر کد نماد بیاییم که خود شما بریم دام موتر. اما چرا سال عمل؟ بعد هم کلی موتر برده که بریم دام دکون بریم جلوشیم بریم. نصار عمل بیا تو برو خودی از این لالو و تا موتر بشینی من ما میاییم. خوبه بره پشت باشه بریم پیش موتر. پیش موتر؟ کدو موتر مال کنه آوردم؟ نه یک دیگه بره دوی جان بله همون که من نمیفهمم امی $3,500 مون شما هیچ چی شد. همون که من میفهم این آدم این اثر میدون آورده این کارا میشه این بیا آورده اینجا کاکا ماکا درک نداره برو بیایم که بریم بازم بلکه یک نتیجه بدم دیکون از این بریم نشون ده. بالاخره برای گپ نگردیم همین میبره خدا بکنه که همون هتل هم واقعیت باشه که بمونجی باشه. بیایم که بریم خود شما وقت کم بیایم. الان اینجا بس ماما. همینجا الان هتل الان هتل کاکا من خوب الان اینجا بس. اونه من کدو باکه آدیا جلوشو که بریم اینجا کاکا شما سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی؟ جان هستیم. بفرمایید.
ما برادر امی موتر به کوکا از اینا فروختیم. اینا به حساب گفتم به هتل بریم که هتل ما نشون دادم برادر که موتر بیشتر از ما خرید و آورده گفتیم اینا رو ببینیم. هتل منو دیگه کسی نیه. این آدم هم حدودا صبح بوده خودی یکی بیام آدم جوگای ساده شد. فقط همین چی بیام بس ساده گفت اون طرف گفت اگه من فقط چند نفر خبری دارم 50 نفر خبری دارم نون مایم. گفتم باشه مشکل نداره 100 نفرم که مسته باشیم. مطلب ما شریک هم نداریم کسی. برادر خب کوکا همین هتل کوکا تو هستی یا نه؟ نه لالا این چی رقابت نمیفهم لالا این تو مرچی حالا فکر کردیم برات نونا آماده نه این تو بودن همون مرتکه که بیامده گفته که انا ما هتل داریم من سر میدون بیاورد جایی که کارگرایم گفته شاگرد میشم به هتل اشاره کنم اینجا بیامد خودی از اینا ما چون چی گپ زد انا پولی هم به اینا بدادم انا با ما گفته گونه میتونه با بیا گفته بیا کبر من موتر بخریم هتل از ما تو شاگرد میکنیم فهمیدیم لالا موضوع از این قراره که ما موتر از بانگا امی 1 ساعت بیشتر بفروختم امی آدم کاکای بوده کاکا تو بود دیگه سیه لالا کی؟ امی آدمی که موتر خرید نه او مرتکب با ما گفته تو بگو من کاکاتونم تو برارزادی منیانه من بیاورد پیش اینا گپ زد که اینا شریک منم خب شما پس شریک کوکا از اینا میشیم نه لالا من کوکا از چی میشناسم چی میگم شما برادر این هتل از خود من برار جان خودی ما کار میکنه خلاص این آدم ما یعنی ابانگا آوردیم گفت که به می هتل به می طبقه رسیدیم گفت انمی آدمه حالا میگیم که نه ما نمیشناسیم من نمیشناسم برادر این فقط من یک صبح بوده فقط صبح بیامدم گفتم باز 50 نفر خبری داریم فقط همون 500 پول به اونا بدادم برفتم دیگه من خبر ندارم حالا بیامدم خلاص بله لالا میگم یک دقیقه شما بیایم به حساب دروازه خوش که من این هتل ما بگیم بیام به هتل بیتره بیام اینجا اندازی کار کوکا منه همون مرتکب میموری سر گرده کوکا شما نام بیای خداحافظ خدا و نگفتم پیدا میشه نه برادر ما بود برادر برادر شما بله بس ساعت مشکلات های ما رو نختوندی و این با ما چی مربوط میشه این؟ اینا شما خب به می هتل لالا این آدم حالا من شاگردم ماما من نه برادر دو تامال هست بیکار راه میرم بخوب و چی درد سر خود شما افتادیم لالا سلام علیکم. سلام علیکم. خوبم خیریت معلم صاحب بخیر. شما خوب نجی لالا بخیر هستم. شما خوب خیریت. خوب هستم. خیریت هستم. شما دو چی گپ خیریت هست؟ یعنی خود معلم صاحب میده به یک جنجال امروز افتادیم که هر چی فکر کنه. چی جنجاله؟ چی موضوعه؟ جنجالی است که این سر او دنیا. سعی کنیم بیرو جان که ما به شما بگم. خب این آدم بیشتر بیامد خودی کاکا خود موتر خرید موتر کرولای از ما. خب گفت من امی کاکا ما میره تلهی میکنم. این موتر برد به تلهی کاکا از اون دام که تلهی رفت گم شده. بابا گفت هتل داریم ما کاکا ما با هتل بیاین که برو تا هتل بیاوردیم برادر صاحب هتل میگه من نمیشناسم. نمیشناسم لالا. کی بوده این واقعه کی افتاد؟ یک سال جلوتر بیدش جانان یعنی آدم این آدم تو خود کاکا خوامده. خب یک کار کنیم اینجا کنه میشه گپ زده و تا هتل بعد مردم متوجه میشن بریم این موضوع خودشون یک جای میشینیم حل میکنیم این آدم منم داره میبره. خب اصلا هتل هم ببریم. آخ من هتل منم. خوبه جلالایی هتل شما نه؟ حالا این آدم شما میشناسیم یا نه؟ برو من نمیشناسم. من میفهم که من نمیشناسم. خب صحیح باز شما ما میایم به خدمت شما بریم این موضوع ما رو نمیشه 100 بار بیایم معلم صاحب اینجا خونه کنیم دیگه جا گپ زدن نیه اینجا نمیشه تا بازارم مردم متوجه میشه بریم جای میشینیم رابطه بزنیم موضوع گپ بزنیم بریم یعنی الان بیروز جان اینا باشه اینجا آخه اینا اینجا هتل دارم اینا خود جایی نمیره محترم اون نفری که برای شما پیونه داد لالا اگه آمد برن نونا خو اون شما بشونید الان ما شما رو تلفنی هم بهشون کی بوده رفیق اسی بوده رفیق اسی آدم میگم شما نه برو رو مشتری بوده بیام آدم چی میشناسم ما من میرم که هتل منم بله میری خبر کتو کار داره من میرم هتل منم به سلامت تو کاکا خور پیدا کو با تو خلاص هر جا بری برو به نظر نمیم یک ساده دیوانی معلوم میشه شما چرا آدم عاقلی کار میکنید حالا ما رو به جنجال میندازیم بریم کسای کنیم خب معلم صاحب اونجا که به تا بازار بود به شلوغ بود تا هتل گپ زده نمیشد حالا بگیم که قضیه چی گپه چی قراره اشته بوده این موضوع شما قضیه از این قراره که امی برادری که خودمون صبح خودمون کاکا خو بیامد اما موتر کانادایی سفید دیدیم کرولا خب همون دادیم برای اینا 500 ریپا امر جور آمدیم بدادیم برای از اینا برفتم به ترهی
به تنهایی رفتم لالا گم شد دیگه نماد بزی برارزادی گفتم چه کار کرد گفت میایه علمه شد دیگه قرار مار برد اوتال را نشون داد ایو صاحب اوتال هم میگه میر نمیشناسم با خدا کاکا من نبودک خو عزیزم چرا میدم پس برای اینا میگفته که کاکا من اینا مگم تو گفته بودی که او کاکا من میشه مر خیلی امایه و چه کار و فلان حال با کاکا تو نبوده به سر بیوی و ببودنمون گفت که چیز کنه ببین معلم صاحب از ما غزی پارسال چقدر ما و شما به جنجال افتادیم چند دفعه با شما به چا میگم احتیاط کنیم امی کسی که مشتری میآید شما باید خود شما همه زردر کاسبیم کار کردیم بفهمیم این مشتری اشتا آدمیه همین تا کلاوردارا پیدا میشه صد مشکلات با ما و شما هم به بار میارن حتی اینا یک کار دیگه بکنم که شاگرد ما رو به زمین زده بودم بزو گفته بودم تاشو موتر تلک کو وقتی که بیچاره تاش شده تلک کرده ما ایر به زمین خورده بجسته از پیشیو اول هر رقمی که شما من به منجی برار بگفتم به پیش خود رو فکر کردم دم که اینا بیام آدم که موتر وقت بستانم اصلا نه حساب چنه چیزی اضاف ندادم خود ما با بزی دل ما جمع بود که برارزادی به پیش مانه دیگه خب ما چی میفهمیم که یه میتو فیلمه ولی خان صاحب چی میگه چی میگی تو بچه همه کاکا تو با کجایه اگه می که تو رو یله کنیم بری با خونه خود باید تو کاکا خور پیدا کنی به دست نمادی ماما با خدا اگه کاکا ما باشه ماما میگم او مرتقه که بیامد به سر میدون گذر اگه قبول ندارین گپ بریم میدون گذر بگیم به میدون گذر بگیم ماما کمی چه کاری ازی بوده مرتقه که بیامد اگه چک کنه ما طول به اوتال ماییم مر ببر به تک چای یاد داده گو تک تو خوب بگو که تو من کاکاتونم من تو برارزاده منی من تو 1 سال 2 سال لنگا میدارم برج 6000 خود ما گپ زد که ما به تو پول میدیم انا بیاورد ما بدم همه دیکون استاده که هم اوتال انا استاده که امار گفته کنه میجگاه تو بیا بریم مال موتر بخریم ما مجو به خدا ما ملامت میم مریال دیم برم آدم مطاله اما سرای رو نشون دی برای ما طور نمیدیم در غیر از اون طور میبریم به ماموریت اموخ زرتور بزنم که دست پاتو بگرم تلیم میشه سایکو بچه جان گوش که چی میگم تو اگه می تو طور یله کنیم ما این مشکل بگردن تو نفته تو به جنجال نفتی باید حداقل از اینا با ما یک سرنخی پیدا کنی قومی خیشی از اینا جای خودی از اینا رفتی سرای اینا رو دیدی اشته بید اگه اوتل گفت از ما نه اوتلی که میگم ما اینا رو نمیشناسم اصلا ماما جو گردن ما بند باشه ماما میته که دروغ نمیگم من خورتکی خود دروغ نگفتم من انا به ما گفت بیا که بریم طور به اوتل میبرم شاگرد میکنم منه گفت اگه اونم اوتل من به تپ یادره به خدا که استاده کرده خب تو بچه خاله جو اصاب چند رقم نقش برای ما گپ میزنی خاطر که من کم سادیم سعی کنیم این موضوع به زیر رقم حل نمیشه بچه ها خب باید ما و شما بریم به ماموریت پلیس به جریان بگذاریم که از انمی تا کارا جلوگیری شه خدا میدانه مثل ما و شما چند نفر دیگری بدبخت کرده باشه اینا باید این موضوع بریم رسمی کنیم خود شما اسیر میبریم تحویل میدیم اوتال را بریم نیما کجا به سرا شما طور میبریم با تو مشکل ایجاد نمیشه تو فعلا نترس ما فقط با کوشش میکنیم که همون فرار دستگیر کنیم بفهمیدی ماما تو فقط خود ما کمک کو اگه می تو هم نجات پیدا کنی ما کارگرم کو انا ما به زیر دست برنا کار میکنم پرویز جان این همیته که معلوم میشه بیچاره کما که مشکل هم داره خود شما میبریم میر به اوزه میبریم میریم همون اوتال هم باز اوتالوارا هم به موزه معرفی میکنیم اوتال نشون میدیم بسم الله الله اکبر سعی کنیم که یک سرنخی به دست ما شما بیاره مجبوریم معلم صاحب می کارو بکنیم دیگه شما اول به می فکر میشدیم حالا که شده دیگه بو شده خیره میریم می کار میکنیم بریم حرکت کنیم خوانه میریم خود شما بریم خوب گپی حالا تاشون برون نه تو فعلا تا نشو اما گپا به سر تو نه کجا تا میشه آتی خبر شه که من جگای اومده گم من میکنم با سر بریده ما دیده قربان میکنم هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد برو داخل این شخص میفکر ها ما نبودم ماما واخی برو مطالعه میره این موتر دیگه موتر با سر بریده ما سلامت بده دسته واکو شاشم صاحب دو دفور یک دقیقه چشم
اگه همونجا دروغ نمیگفتی چرا روز تو بزی روز برسید؟ با خدا دروغ نمیگم. باشه که یک سال انا خونت بخوره و میگوشی زندان باز میفهمه که دیگه دوستی بکنه یا نکنه. واقعا سید دستایم. حالا راست خور بگو که چه کار بکردی بودی؟ خب؟ که اگه راست خور نگی اینجا 2 سال به میجه خونک میخوری کسی هم به ملاقات تو نمیگذاری. خب چه کار بکردی بودی؟ ملاقات ممنوع میشه خلاص. بله. بفهمیدی که ماما جو ماما قماندان صاحب یک نفر بیامد که به سر من غریبیم ماما جو به سر میدون کار میکنم. یک مرتبه که بیامد گفته که بچه جوانی بیدک گفته که من کارگر مایم. انا ما ببرد گفته که ما هتل داریم می درب خشک. انا ما هتل داریم بیام اینجا پیش ما شاگرد شو. من برفتم در هتل با من نشون دادن. گفت بیا که بریم شما موتر هم به خود خوب بخریم نه که با هتل به کار میشه. انا من بیارد از اینا موتر خریدگنه خود بجسته. دوزی کردی بودی ها؟ من کاکای نه کاکای نه گفتی کاکا منه نه با خدا که کاکا منیه. چه کار کردی جریان گپ شما بکنیم؟ باشه که من جریان مغزارم. به نظر من ما فکر میکنم که همون نفرم از سادگی از این سو استفاده کرده. ها به خدا همین رقم که این آدم میگه این خیلی آدم ساده معلومه میگه ما به کارگر بدم ما را سر گذر به ایسا کارگر بگیرفته و بیاورده خب به ایسا برارزاده خب اینجا جا به جا کرده به پیش از اینا و موتر از پیش از اینا ببرده که ما میبریم موتر به ترهی از بانگا. خب از ترهی بالا کرده. وقتی که به ترهی میرفته از بانگا موتر رفته این آدم از زامن به ایسا زامن گفته برارزاده من همینجا هست. ولی که ما سعی میکنیم یادم هم ساده معلوم میشه خود از یک جهت خود یادم هم مجرمه که به او بوده که آمده به پیش شما به پیش از این بچه‌ها که گفته این کاکا منه. پس یک جهت میده که ما فکر میکنم شاید هم یادم بیگناه باشه میگه فزی درست باشه از سادگی از سو استفاده شده باشه. ها خدا ما موجود من مجرم انا شما تمام همین شهر بپرسید من مجرمیم سادیم. قماندان صاحب همین شاگردمونم این همین کاکا ازی گفته بود موتر تو تاشو تله کو وقتی که تله میکنه شاگردمون پای اون زخم وردیش تو اون به بانگا بیچاره پرته و لنگ شده حتی شاگردمون هم اینا بزدن. راست میگن من کنه زدم. در حال دیگه قماندان صاحب ما چه کار کنیم؟ موتر کجاه؟ موتر ببردم دیگه. ما پلیتی و مشخصاتی و همه داریم؟ ما جواز سیری را هم برای شما میدیم پلیتی را هم میدیم قماندان صاحب. شما ناله بدین که ما همه اردوان‌ها خبر کنیم که به صرف چند روز پیدا شه. فهمیدی؟ بله. که آدم تا پیدا نشه اجازه نداره که از اینجا چی کنه. آخه مادر ما به سرعت مادر توی گپانی وقتی که دوزی میکنی وقت مادر تو کجاه؟ انال مهم ما چند نفر دیگه که همونا رو باید دستگیر کنیم. خب اصلا کجاه جا از اونا؟ همین هتل دروازه خشک در به خشک در به خشک سیر بلندی در به خشک بلند نی نه ماما جو خدا من چیز نمیدونم. وانالی سایه زمستون اینجا کرده بمونی. بالاخره این کار شما نباید پیگیری کنیم این موضوع اون نفرها دیگر هم پیدا کنیم اینا یک نفر نیست خود چند نفر بیده. فقط شما راپوری بدیم که از اون کجای فهمیدیم باز خود یک سرباز رای میکنیم که جاسیر موتر همه جای و آدرس همون طرف بیاره ما چه کنیم. من دوست دارم خود هتل را میادم خودی بلده شما بلدین که برفتیم مالی نه هتل خما بلدیم هتل بلدیم. آره باز از سربازا خود شما یکی خودی ما کنیم ما بریم هتل را ما هتل والا هم به شما معرفی میکنیم خود از این هم دیگه تحقیقات به دست خود شما را سعی کنیم چی نتیجه خب من میرم دیگه خدا حافظ تحقیقات داره فساد داره آخه هتل گفتم اینا بلده میش تو زحمت نکش تو فعلا همینجا باشه تو موضوع معلوم شما کاکا تو که پیدا کنی بلد بودی که میگفتی که او کاکا منه باز حالا به زنجیگا میگی که هیچ کاری منیه با خدا به من یاد داد گفت تو بگو برارزاده منم کاکا حقیتونم وقتی که پاپل بشه 100 رقم با ما نمیکنم. خیر ببینیم دیگه قماندان صاحب خود شما میفهمیم همو کار و قانون شما دیگه ما به شما تحویل دادیم هتل را صاحب هتل را معرفی میکنیم دیگه فقط این همین جگاه هسته تا که معلوم کنیم باز ما یکی پیدا شه که را غیر از اون نمیشه. ما آدم خیلی میام اگه ما ورسه تا پیش قماندان بکنم درست خبری میگی بیشتر مثلا که می هتل والا چه کاری تو میشه خودی از چه کار میکردی مثلا می دوزی کردی خوب هم ارتباطش خودت یانه کنه به سر خود شما خود خدا رو ما نمیفهم هتل چه کاری منه نه که مثلا رو قسم خورید تو بالا اطمینان نداری که مثلا قسم میخوری چه کاری منه عادی معطل منم بعدی گفته برو کار کو که پول بیاری نون خوش بخریم خواهدی گفته برو به چیز به صداقت کار کنک نگفته که برو مثلا دوزی کنک گیر رقم بخور نه که من تال گردن ما یک دو کلمه گپ قماندان صاحب شما بیام قماندان صاحب ببر
ما برو نه فعلا تو باش. امیده که معلوم میشه قمندان صاحب، امیده که خدمت شما عرض کردم، به نظر من که یه آدم هیچ به زنا رابطه نداره و دخیل نیه. از یک جهت خوانده معلوم میشه که بیگناهه. خب میگم از این سادگی از این سوء استفاده شدن، حالی شما نگاه داریم که تا او آدم ما دستگیر شه. تا شما رو پیدا نکنیم بگردیم پنجه قانون، یعنی ما نمیشه. او هتل را میریم، هتل را هتلی را اما قسم که ما از هتلی پرسان کردیم، اون گفت من اصلا نمیشناسم. گفتم این آدم آورده گفته این هتل از مانه، تو اینجا شاگردی و چه کار فلان. او آدم ها را هم گپ داده، هتلی هم مربوط به زنا نمیشه. بازم کار شما ندگه، بالاخره امیدوارم که زودتر همین موضوع رو معلوم کنیم. من جان میگم که خودی معلم صاحب هم شخص چه مشخصات هم مطالعه بیاره خدمت شما تا یک ساعت بعد. فقط هر چی زودتر که راپور از این ما بدیم جا از این راضی هستیم. کجا رفتیش داره؟ تکن نخوری دست خوب نکن. زنی بزن. راسته که خور، خور راسته که هستی. دستا خوب بگیر پشت سر خو. دستا خوب بگیر پشت سر خو. عدی دسته بگیر. الهام میکنم با سر بریده ما، دید قربان میکنم هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا. سر آره دست کن. کت کن. دست بگی بسر. بخیر. انا اونجا منا. ببریم جلدی. برو کت کن. من نخبرم. نه بدی من مشارکت کن. نه بدی با چرا میچی؟ هیچی ها. دست قانون و دولت هم آدم جست نمیتونه. برو داخل برو. حیوانی به حیوانی تقدیم حضور شما کرده. خدا کند که یک برداشت خوبی هم از نمایشنامه امشب نهیم جانو برده باشید. باز هم دوستایی که در برنامه با ما پیام فرستادن، پیام های شما دوستان در برنامه خوانده میشه و در پایان برنامه امشب آهنگی هم که آماده است تقدیم شما میشه. مسعود رسا از جاده ابریشم: بگذار غم در سینه من خفته بماند، اوضاع دلم تا ابد آشفته بماند. چون قصه دل با تو بگویم، تو برنجی بهتر که سخنهایم ناگفته بماند. سپاسگزارم از مسعود رسا و تشکر از پیام خوب شما. با آقای تیموری: تنها صدای قلب تو حرمت خون منه، کاش که بدونی خواستنت قیمت جون من است. سپاسگزارم از آقای تیموری و تشکر از پیام شما. به آقای عبدالغفور سیدی بیننده همیشگی برنامه نمک الپل باز هم از درد هرات: آن روز که زندگی دامن عمرم رها کند، این خاک تیره بند از بندم جدا کند. یا رب تو نگهدار ایمان آن کس که این پیام را بخواند و بر من دعا کند. سپاسگزارم از آقای عبدالغفور سیدی و تشکر از پیام خوب شما. خدایا اگر تمام دروازه ها به رویم بسته شود مهم نیست، تنها دروازه رحمت تو به رویم باز باشد کافی است. وفا حاجت به این و آن ندارد، محبت خانه ویران ندارد. وفا را از دل ماهی بیاموز، چو از آبش ترید به جان ندارد. آقای پیمان. سپاسگزارم از پیمان و تشکر از پیام خوب شما. دوستای بسیار خوب، باز هم پیام های دوستای دیگری هم با خود داریم که بعد از آهنگ برنامه امشب تقدیم حضور شما. آهنگ نعیم جانو تقدیم شما و در پایان برنامه با ما باشید. آنقدر نازی که دنیا بر سر ما میکنه،
غیر مرکز کی باشه ترکی دنیا میکنه دو زلفی سیاره تا کی پریشان کردی مرا دل بر من بی سر و سامان کردی دو زلفی سیاره تا کی پریشان کردی مرم دل بر من بی سر و سامان کردی مرم دل بر من بی سر و سامان کردی گلی روی تو خورشید صفارا ماند گلی روی تو خورشید صفارا ماند میلال لب تا بی بخارا ماند قددی می من سر بیر سارا ماند تو کی راز مرا دل شده پنهان کردی تو کی راز مرا دل شده پنهان کردی دو زلفی سیاره تا کی پریشان کردی مرا دل بر من بی سر و سامان کردی مرا دل بر من بی سر و سامان کردی عزیزم سینم دالی پریشان دارم عزیزم سینم دالی پریشان دارم و سودایی تو رخصوی بیابان دارم من از این رویت دیده گریان دارم بردی ز منو میلی رقیبان کردی بردی ز منو میلی رقیبان کردی دو زلفی سیاره تا کی پریشان کردی مرا دل بر من بی سر و سامان کردی مرا دل بر من بی سر و سامان کردی مرا دل بر من بی سر و سامان کردی دل دیوونه دل دیوونه بله دوستای بسیار خوب، در پایان برنامه امشب آهنگ خوبی بود که با صدای نعیم جانو شما تماشا کردیم. خدا کند که مورد پسند شما قرار گرفته باشد و لذت کافی را از آهنگ این هفته نعیم جانو برده باشید. خواستیم که پیام های دوستای دیگری هم که در برنامه با خود داریم بخوانیم و با تقدیم پیام های این دوستا از حضور گرم شما دوستان گرامی خداحافظی کنیم. خدا کند که برنامه امشب ما که تا این قسمت تماشا کردید خسته نشده باشید و لذت کافی را برده باشید. در قسمت از برنامه آقا خانم انتظار: جان رفته ولی زخم وفایت نرود، تاثیر دو چشم با وفایت نرود، فرشی ز دل شکسته انداخته هم آیسته بیا شیشه و پایت نرود. سپاسگزاریم از خانم انتظار و تشکر از پیام خوب شما. و پیام از طرف آقای بیروز: هر روز را که شروع می‌کنی یک ورق سفیدی است که خداوند بزرگ برایت می‌دهد، پس بر آن ورق چیزی را بنویس که شاید این آخرین خط برای تو باشد.
سپاسگزارم از آقای بیروز و تشکر از پیام خوب شما. و پیام از طرف آقای قدرت الله الحبیب که هر هفته در برنامه با خود داریم. یک گل سفید در رنگ امید با هرچه صفا از سوی خداوند بزرگ به شکل دعا تقدیم شما. سپاس از قدرت الله و تشکر از پیام خوب شما. اگر روزی شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود. اگر روزی غمگین شدی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود. اگر روزی خود را تنهایی دیدی یاد از دوستی کن که همیشه به یاد توست. آقای رستم عطایی از شالباپان. سپاسگزارم از رستم عطایی و تشکر از پیام خوب شما. با آخرین پیام از طرف آقای پیروز احمد میوندیش. قلبم شده غمناک ز هجران تو، فکرم شده همواره پریشان تو. هر روز کنم آرزوی روی تو، دستم شده کوتاه ز دامان توست. سپاسگزارم از آقای پیروز احمد میوندیش و تشکر از پیام خوب شما. دوستای بسیار خوب، کم کم رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امشب. ناگزیر هستیم که از حضور همگی شما دوستان گرامی خداحافظی کنیم و امیدوار هستم که آنچه که تقدیم شما شد خدا کند که مورد پسند و علاقه شما دوستان گرامی قرار گرفته باشد و لذت کافی را برده باشید. باز هم منتظر پیام ها و فکرات بسیار خوب شما در برنامه هستیم. شماره 0792 پیامگیر برنامه است. می توانیم که از همکنون با ما پیام کنیم و پیام های شما دوستان گرامی در برنامه نمک فلفل خوانده شه. جای دارد که تشکر و سپاسگزاری کنیم از شما دوستان گرامی که تا پایان برنامه امشب با ما بودیم. به تشکر ویژه از دوستایی که در برنامه با ما پیام فرستادن. به تشکر خاص از آقای امید روانی که در بخش تصویر برنامه قرار داشتن. به همچنین آقای فقیر احمد روانی که در بخش نشر برنامه. تا فرصت دیگر به دیدار دیگر که باز هم من گردنده زیاور حق ساده در خدمت شما دوستان گرامی قرار خواهم گرفت. یک و یک شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. همیشه شاد، موفق، پیروز به کامگار باشید. الکی نگو که تو رو میخواد، نه حتی یه بار پیشت نمیاد. اگه تو دلش نشسته بودی به کسی به جز تو دل نمیداد. دیدی که چطور تو رو جا گذاشت، رفت و باهاتم که کاری نداشت. بی وفا ندید چی به تو گذشت، که تو رو به هر بهانه‌ای کاشت. هرچی نصیحت میکنم ای دل دیوونه تو رو، واسه یه دلتنگی اون نزار بسوزونه تو رو. در به در سادگیات عمر تو پای سر میکنی، اون تو رو اصلا نمیخواد، نه مگه باور میکنی. ای دل دیوونه چرا عشق منو در میاری، دعا به جونت میکنم که آخرش کم بیاری. حتی قواندان صاحب همین شاگردم و شاگرد دارم و نبا شدیم به تم و تر گفتن که توی برو خودی از اینا کسایی که مثال تریه میکنم موتر. نه گفت شما نمیشه هیچی لالا. صبح 2 نفر